خب بچه بریم ادامه آزمون تیزهوشان 1400 استعداد تحلیلی. چند سوال دیگر رو هم با هم بررسی کنیم. میگه در پرسش های 7 تا 9 مناسب ترین گزینه برای پر کردن جای خالی را انتخاب کنید. نابینایی در شب چراغ به دست و صبوح بر دوش. خب گزینه 2 یا 4. صبوح بر دوش در راهی میرفت. ببین بر دوش در راهی میرفت. یکی او را گفت تو که چیزی نمیبینی چراغ به چه کارت بیاد؟ گفت چراغ را از بهر، همش داره میگه آقا دو رو انتخاب کن، از بهر کوردلان تاریکندیش است تا به من تنه نزنن و سبوی مرا نشکنن. به سادگی گزینه 2 انتخاب میشه. سوال 8. او پیش به در بزرگش رفت و گفت من همه جای دنیا را جستجو کردم، من همه قاره‌های دنیا را زیر پا با افراد بسیار آشنا شدم، خیلی چیزها یاد گرفتم، اما حالا لیکن یا اما، حالا بس ادامه بدیم. من فعلا میسم اما، اگه نشد عوضش میکنیم. اما راز زندگی پیدا نکردم. پدر بزرگ جواب داد اما تو راز زندگی را پیدا کرده ای. خب اینجا باید یا مثلا بگه زیرا چون، یه چنین کلمه ای باید بیاد دیگه. زیرا سفرت، حالا اگه با اما پیش بریم باز دو زیرا اینجا قشنگ میشه. زیرا سفرت خودش راز زندگی بود. خب اینجا حتما میشه در این سفر تو تمام چیزهایی را که برای لذت بردن از یک زندگی ارزشمند رو لازم داره. خب دو ببینید خوشگله دیگه، یعنی کلماتش خیلی قشنگ میشینه به این متن. دو رو انتخاب میکنم من. غلط هم نبود منفی میرم. غلط هم بود منفی اینجوری. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بود و سر در کنار بیشه کوفته شوریده ای که در اون سفر همراه با بود. اصلا نیاز نیست اینجا رو بخونید، حالا منتون میخوام. نره‌ای برآورد راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. خب این داره درباره شبی که گذشت صحبت می‌کرد اینجا. حالا میگه چون روز شد گفتمش خب آن چه حالت. ببین اینجا نمیشه بگیم این چه حالت بود، چون الان روز شده، ماجرا مربوط به شب گذشته بوده. شما خب بخوای برای اشاره به شب گذشته نمیگی این یعنی همین الان، نزدیک، این که دم دست. یه شب بوده حالا روز شده، مثلا ساعت 10 صبح شده، میگه اون چه خبره بود. اینجا شبی که گذشت اشاره به آن شب. پس اینجا بگیم آن چه حالت بود، یا 2 یا 3 دیگه با این توصیفی که من گفتم. هر دو چون و آن خوب اومده. از اینجا این نبود. گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبک‌ها از کوه‌ها و ماهیان از آب. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته باشه. که همه تسبیح، مثلا اینجا اشاره که همه دارن تسبیح خدا رو میگن، همه به تسبیح خدا، همه در تسبیح خدا مشغولن و من به غفلت خفته باشم، من از روی غفلت خوابیده باشم. که گزینه 2 خیلی خوبه برای این متن. ببینید چند تا 2 پشت سر هم شده، 3 تا هر سوال 2 من زدم دیگه. در پرسش های 10 و 11 در هر پاراگراف جملات در هم ریخته و واقع نظم منطقی هستند. ترتیب جمله، یه سری جمله بی نظم داده، کلمه نه، جمله الف تا دال. ما می‌خوایم این جملات رو طوری مرتب کنیم که داستان خوبی، یه انشاء خوبی ازش در بیاد. خب بریم ببینیم چجوری میشه شروع کرد. اولی میگه تدبیر برای ملک تعالی و العالمین دانستن گردی برادران چون او را داد. این به درد اول میخوره. ببین میگه برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدن و یعقوب را بدون میل و عنایت دیدن آهنگ مکر رو ادامت. این به درد شروع داستان میخوره. دیدیم برادران یوسف انداخته بودنش تو چاه دیگه. حالا این میخواد با اینجا میشه شروع کرد. این برادران چرا این کارو کرده بودن؟ برادران یوسف چون او را در زیادت نعمت، یعنی در توجه زیاد و نعمت زیادی که از طرف پدرش بهش میرسید و خوب بهش میرسید و اینا دیدن که پدرش خیلی حواشو داره، آهنگ مکر و اداوت، آهنگ حیله و دشمنی کردن. یعنی به قصد کردن که بهش حیله کنن به یوسف و باش به دشمنی پرداختن.
اما تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان. رحمان منظورش هم خداه دیگه. یه کاری که برادران میخواستن، یعنی چاراندیشی که برادران برخلاف اون چیزی بود که خدا میخواست. پس با دال و الف شروع کنیم خوبه که تو 3 دارید این رو میبینید با دال و الف رفته جلو. بعد میگه به ملک تعالی او را دولت زیادت کرد، مملکت و نبوت زیادت بر زیادت کرد، یعنی همه بیشتر و بیشتر بهش داد و در نتیجه عالمیان دانستند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیبدان بر نیایند. یعنی نیرنگ و دشمنی دشمنان با اون چی که خدا یه صاحب غیب میدونه نمیتونه مقابله کنه، از پسش بر بیاد و این حرف. 3 رو بزن برو. سوال 11 بازم سبک همون سوال دیگه، باید الف ب جیم دال رو یه جور منظم کنیم، یه داستان انشای خوبی بیاد. میگه گر هنرمند دولت یا غم نجات هرگز در فلان، سیم و زر در خطر است یا دوز یک بار ببرد یا خواجه بخورد، بیونه لغون سختی بیان دست تو دولت پایان. خب با ب اگه شروع کنیم ببین میگیم سیم و زر در خطر است، یا دوز به یک باره ببرد یا خواجه بخورد. یعنی مال و ثروت تو طلا و پول در خطره، یا دوز میزنه یا آتیش میگیره از بین میره، یه بلایی ممکنه سرش بیاد. خب با ب اگه شروع کنیم میگیم اینا در خطرند. الان باید مثلا بگیم چه چیزی در خطر نیست و این حرفا دیگه. بعد تو دال میشه اینو ادامه داد. ببین ب دال بگیم اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نقش خود دولت است و هر جا رود قدر بیند و سر سطح نشیند. بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. یک خوبه به نظرم. آره بدال میگه ثروت و اینا ممکنه دوز بزنه از بین بره فلان، اما هنرمند هنرش که از بین نمیره. اگر یه جایی قدرشون هستن جای دیگه ای بالاخره هست و این هنر رو میتونه ارائه بده و در صدر بشینه، جایگاهشو پیدا کنه. خوبه همین یک.